آیا تا حالا با کسی صحبت کردید که بتونه به راحتی شما رو عصبانی بکنه؟ اگر بله، پس تنها نیستید. توی این ویدیو میخوام بهتون نشون بدم که چجوری میتونیم با افراد دشوار ارتباط برقرار کنیم. پس اگر میخواین که به یک گفتگوگر مؤثر تبدیل بشید و بتونید چالش‌های ارتباطی رو پشت سر بذارید، بهتون پیشنهاد میکنم که این ویدیو رو تا آخر ببینید. درود و مهر، ندا هستم. به کانال رهاشو خوش اومدید. امیدوارم که حضور من اینجا باعث بشه که همیشه بتونید گفتگوهای مفید و مؤثری رو داشته باشید. امروز میخوام براتون در مورد یکی از چالش‌های بزرگ در ارتباطات انسان‌ها بگم. گفتگو با افراد دشوار. هر کدوم از ما ممکنه توی زندگی روزمره‌مون با افرادی روبرو بشیم که گفتگو کردن با اونها بسیار سخت و خسته کننده هست. این افراد میتونن انتقادگر، سرسخت و یا حتی پرخاشگر باشن. اما اصلا نگران نباشید. توی این ویدیو میخوام بهتون تکنیک ها و استراتژی هایی رو بدم که با اونها میتونید به راحتی با این مدل افراد ارتباط برقرار کنید. اولین موردی که بهتر به اون توجه بشه این که ببینیم که این افراد دشوار چند مدل هستن. اولین مورد افراد انتقادی هستن. افراد انتقادی معمولا نظرات منفی و انتقادی دارن و ممکن است خیلی راحت شما رو زیر سوال ببرن. مثلا افرادی که به جای دیدن نقاط قوت شما، نقاط مثبت شما، همیشه نقاط ضعف و منفی شما رو میبینن. توی چنین مواردی در ارتباط با این افراد بهتره که اول اجازه بدید اونها انتقاداتشون رو انجام بدن و بعد با آرامش در گفتگوهاتون نقاط مثبت و قوت خودتون رو لحاظ کنید. مورد دوم، افراد سرسخت هستن. معمولا این افراد توی مواضع خودشون خیلی قاطع هستن و به سختی تغییر نظر میدن، مثل افرادی که روی نظرهای خودشون خیلی پافشاری دارن و هیچ گونه انعطافی رو توی دیدگاه خودشون ندارن، حتی اگه شواهد جدیدی بهشون ارائه بشه. در برابر این افراد بهتره که با استفاده از سوالات باز و اینکه از اونها بخوایم روی صحبت‌های شما کمی بیشتر مکث و تمرکز داشته باشن و فکر کنن، بتونیم یه گفتگوی مؤثر و مناسبی باشون داشته باشیم. مورد بعدی افراد بی احساس هست. معمولا این افراد توی گفتگوهای خودشون احساسات رو نادیده میگیرن و همچنین به احساسات طرف مقابلشون اصلا توجهی نمیکنن، مثل افرادی که بدون توجه به احساسات دیگران با انتقادی تندی از اونها صحبت میکنن و هیچ همدلی ندارن. در برابر این افراد بهتر هستش که در آرامش و با حس حال خوب احساسات خودمون رو به اونها بگیم و ازشون بخوایم که با توجه به اون احساسات ما نظر خودشون رو بگن. مورد بعدی افراد پرخاشگر هستند که معمولا این افراد در گفتگوهای خودشون به سرعت عصبانی میشن و به شکل تهاجمی و تند واکنش نشون میدن. مثلا در بحث‌های خانوادگی ممکنه فردی به دلیل اختلاف نظر فریاد بزنه و به شکل توهین‌آمیزی برخورد کنه. در چنین مواقعی حفظ خونسردی بسیار مهم هست و همینطور طرف مقابل رو دعوت به آرامش بکنیم تا بتونیم یک گفتگوی بدون تنشی رو داشته باشیم. مورد بعدی که خیلی بهتر هست ما بدونیم این که بفهمیم دلایل رفتارهای دشوار این افراد دقیقاً چی هستش و باز این خیلی کمک میکنه که بفهمیم که چجوری باید با این افراد ارتباط برقرار کنیم تا یه گفتگوی خوبی رو داشته باشیم. مورد اول استرس و فشارهای روانی هست. خیلی از افراد ممکنه به دلیل استرس‌های زیاد و فشارهای روانی که در زندگی شخصی و یا حتی زندگی حرفه‌ای خودشون دارن ممکنه که یک واکنش‌هایی رو نشون بدن. این فشارها میتونه فشارهای کاری باشه، مالی باشه و یا حتی شخصی. مورد بعدی هم تجربیات گذشته هستش. خیلی ها ممکنه در گذشته خودشون یه تجربه بدی داشتن و توی ارتباطهای بعدی به خاطر اون تجربه بدی که داشتن بخوام به سرعت واکنش نشون بدن. مثلا کسی که در گذشته یک انتقادی تندی ازش شده به صورت ناخودآگاه برای دفاع از خودش یه واکنشی نشون میده. مثلا توی یک جمعی بوده که مورد تمسخر قرار گرفته و توی ارتباطات بعدی سعی میکنه یک مقدار محتاط‌تر باشه و در برابر انتقادها ممکنه واکنش نشون بده. مورد بعدی عدم مهارت‌های ارتباطی هستش.
بعضی از افراد هستن که به دلیل عدم آگاهی از مهارت‌های ارتباطی ممکنه که نتونن احساسات خودشون رو و نظرات خودشون رو به خوبی بیان بکنن و این باعث میشه که توی گفتگوها یه سری سوء تفاهم‌هایی به وجود بیاد و باعث تنش بشه. مثلا فردی که بلد نیست که به شکل مؤثر گوش بده و یا احساساتش رو ارائه بده و ممکنه توی اون گفتگو به شکل ناشیانه عمل کنه و باعث بشه که رفتارهای دشواری از خودش نشون بده. مورد بعدی فقدان اعتماد به نفس هست. بعضی از افراد هستن که اعتماد به نفس پایینی دارن و ممکنه که برای دفاع از خودشون و یا جلب توجه رفتارهای دشوار و یا حتی تنشی رو داشته باشن و یا با انتقاد کردن از دیگران بخوان احساس برتری داشته باشن. مثلا یک سری افراد هستن که توی جمع به خاطر اینکه احساس امنیت ندارن و اعتماد به نفسشون پایین هستش میان با انتقادهای از بقیه میخوان اون ضعف‌های خودشون رو پنهان بکنن. برخی از افراد علت رفتارهای دشوارشون میتونه اختلالات روانی باشه. خیلی ها میتونن به دلیل اضطراب‌ها و استرس‌های شدید نتونن یه گفتگوهای خیلی مناسبی رو داشته باشن و با چالش‌های زیادی مواجه بشن. مثل فردی که دچار استرس اجتماعی شدید هست و وقتی که توی یک جمع‌های گروهی قرار میگیره به دلیل اون استرس شدیدی که داره نمیتونه احساسات خودش رو به خوبی بیان بکنه، یا میتونه فرد خیلی بی احساسی باشه و یا میتونه یک فرد به شدت عصبی باشه و اون وقت هستش که نمیدونه چجوری با احساسات خودش کنار بیاد. ما با دونستن این موارد خیلی خوب میتونیم بفهمیم که شخص طرف مقابلمون به چه دلیلی این رفتارهای دشوار از خودش داره و بفهمیم که چجوری باید با اون برخورد بکنیم و بتونیم یه گفتگوی سالم و خوبی رو داشته باشیم. حالا من میخوام اینجا بهتون یک سری تکنیک ها رو بگم که برای پیشگیری از مشکلات در گفتگوها هستش. مورد اول ایجاد فضای مثبت هست. این که ما بتونیم یک محیطی مثبت و دوستانه ای رو به وجود بیاریم که خیلی کمک میکنه به کاهش تنش، چون یک حس امنیت و حس خوبی به افرادی که توی اون گفتگو قرار دارن دست میده. این میتونه شامل زبان بدن مثل لبخند زدن و نشون دادن اینکه علاقه به صحبت کردن داریم با طرف مقابلمون باشه. مثلا با شروع جلسه ما میتونیم با خوشرویی و با حس و حال خوبی به اون افرادی که توی اون گفتگو هستن خوش آمد بگیم و میتونیم فضایی رو ایجاد کنیم که اون افراد احساس راحتی داشته باشن. مورد بعدی استفاده از سوالات باز هست که این خیلی کمک میکنه به ایجاد یک گفتگو مؤثر و مفید. اینکه ما به طرف مقابلمون این اجازه رو بدیم که نظرات خودشون رو به خوبی بیان بکنن. مثلا به جای اینکه بهشون بگیم آیا شما با این ایده موافق هستید، میتونیم بهشون بگیم که شما چه نظر دیگه ای راجع به این ایده دارید. این باعث میشه که اون فرد حس همکاری بیشتری داشته باشه و حس اینکه بیشتر شنیده میشه و مهم هستش توی اون گفتگو. مورد بعدی گوش دادن فعال هست. اینکه ما به خوبی شنونده خوبی باشیم در برابر طرف مقابلمون و این خیلی حس خوبی بهمون میده. اینکه با تایید کردن صحبت‌هاش و با نشون دادن حالت‌هایی که کاملا متوجه صحبت کردنش هستیم و داریم به حرفای اون گوش میکنیم باعث میشه که حس و حال خوبی براش ایجاد بشه. برای مثال کسی که توی حالت صحبت کردنش استرس مثلا میبینیم، میتونیم با این گفتن این جمله که به نظر میرسه نگران هستید، دوست داری راجع به این موضوع بیشتر صحبت کنید و یا مواردی مثل این میتونیم توی اون فرد ارزشمندی به وجود بیاریم که یعنی شما برای من ارزشمند هستید و اون وقتی که میتونه احتمال واکنش‌های منفی رو نیز از بین ببره. مورد بعدی استفاده از زبان بدن مناسب هستش. اینکه زبان بدن ما برای طرف مقابل میتونه احساسات متفاوتی ایجاد بکنه یا میتونه احساس استرس و احساسهای بد رو به وجود بیاره و یا حتی برعکس حسهای خوبی رو براش به وجود بیاره. شما میتونید با تماس چشمی با طرف مقابلتون حس خوبی رو توش ایجاد کنید. میتونه احساس اعتماد داشته باشه. اما با یک سری حرکات مثل پایین و بالا بردن دست‌ها به شکل استرس آور و یا توهین آمیز میتونید حسای بدی رو تو اون به وجود بیارید و باعث بشید که اون گفتگو به تنش برسه. مدیریت مکان و زمان مناسب خیلی مهم هستش که ما توی مکان مناسبی گفتگوهامون رو انجام بدیم. مثلا یک مکان خیلی شلوغ نباشه که استرس وارد بکنه و ما نتونیم گفتگوی خوبی رو داشته باشیم و باعث تشنج بشه. و یا حتی زمان مناسب، مثلا زمانی رو انتخاب نکنیم که
اون فرد حال خوبی نداره، استرس داره، خستگی داره، چون همه اینا خیلی تاثیر میذاره توی اینکه گفتگوی ما یه گفتگوی خوبی باشه. مورد بعدی آمادگی قبل از گفتگو هست. قبل از هر گفتگویی ما باید اون اطلاعات و موارد مورد نظرمون رو آماده بکنیم، میتونیم اونها روی کاغذ بنویسیم. این کار به شما اعتماد به نفس میده و کمک میکنه که به شما در مواجه شدن با چالش ها به خوبی عمل بکنید. مورد بعدی استفاده از شوخ طبعی هستش. ما توی گفتگوهامون بتونیم از شوخ طبعی استفاده کنیم، باز این خیلی کمک میکنه که بتونیم گفتگو خوبی داشته باشیم. البته باید مواظب باشیم که این شوخ طبعیمون باعث توهین به طرف مقابل نباشه، ولی در نهایت اگر یک شوخ طبعی سبک باشه میتونه یک حس خوبی رو توی اون گفتگوها ایجاد بکنه. مورد بعدی توجه به نقاط مشترک است. توی گفتگوها به جای توجه به اون اختلاف نظرها میتونید شما یک سری چیزهایی که توش تفاهم دارید رو بیان بکنید. این خیلی باز کمک میکنه به اینکه بتونید حس همدلی رو توی همدیگه ایجاد بکنید. مثلا وقتی میبینید که با طرف مقابلتون اختلاف نظر دارید، اون موقع میتونید بهشون بگید که ما دنبال یک هدف مشترک هستیم و در نهایت میخوایم به یک هدف مشترکی برسیم و این میتونه شما رو به هم نزدیک بکنه. و در آخر هم توجه به زبان بدن طرف مقابل. ما همونطور که باید حواسمون به زبان بدن خودمون باشه، خیلی خوب میتونیم با دیدن زبان طرف مقابل متوجه بشیم که توی چه وضعیتی هست. اگر دیدید که طرف مقابلتون داره از یک سری حرکات بدنی استفاده میکنه که نشان دهنده استرس، اضطراب، خشم و یا خیلی چیزهای دیگه هستش، اون وقته که باید متوجه بشید که باید رویکرد خودتون رو تغییر بدید. ما با استفاده از این تکنیک هایی که گفته شد، مثلا با ترکیب اونها، ما میتونیم یک گفتگوهای خیلی خوبی رو داشته باشیم، گفتگوهای مثبت و مؤثر. حالا مثلا برای مثال چجوری میتونیم این گفتگوها رو ترکیب کنیم؟ یعنی با ترکیب اون شناسایی افراد و اون تکنیکی که به درد اون فرد میخوره، میتونیم با ترکیب این دوتا به یک نتیجه خوبی برسیم. مثلا برای فردی که خیلی سرسخت هست، ما میتونیم از اون تکنیک سوالات باز استفاده بکنیم و از اون بخوایم که بیشتر فکر کنه، نظرات خودش هم بیان بکنه. این باعث میشه که حس و حال خوبی بهش دست بده و در نهایت بتونیم به این نتیجه خوبی برسیم توی اون گفتگو. توی ویدیوی بعدی میخوام براتون در مورد مدیریت احساسات توی گفتگوها بگم. معمولا توی گفتگوهامون ممکنه یک سری احساساتی بهمون، احساسات منفی دست بده که ما میتونیم اونها رو کنترل کنیم، مدیریت بکنیم تا بتونیم یه گفتگوی موثری داشته باشیم. پس بهتون پیشنهاد میکنم که این ویدیو رو از دست ندید. ممنون که توی این ویدیو همراه من بودید. امیدوارم که این ویدیو رو دوست داشته باشید. اگر دوست داشتید لایک بکنید و نظراتتون رو این زیر برای من بفرستید که بودن نظرات شما برای من بسیار سازنده است که بدونم که چه مدل ویدیوهایی رو برای شما درست کنم. در ادامه از شما دعوت میکنم که کانال رهاشو رو سابسکرایب کنید و این زنگوله رو هم بزنید تا از قرار گرفتن ویدیوهای بعدی توی کانال با خبر بشید. براتون بهترین ها رو آرزو میکنم. فراموش نکنید که همه چیز از درون ما آغاز میشه. مواظب خودتون باشید. نماسته.